الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على إمام الموحدين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه پنجم از آموزش توحید می باشد و ان شاء الله در این حلقه به شما یکی از بزرگترین موضوع توحید، تحقیق التوحید، بیان کرده می شود. برادرم و خواهر عزیزم، بارک الله فیکم، در حقیقت تحقیق نمودن توحید این بزرگترین عمل در روی این عالم است و هر کسی که برای تحقیق کردن توحید می کوشد و نائل می گردد که توحید را تحقیق نماید، این نجات یافته ترین انسان در این دنیا و آخرت است. بارک الله فیکم. و البته ما در این مسئله به شما آیات ها و احادیثی که آمده است بیان می نماییم و اولا ذکر می کنیم که تحقیق التوحید چی معنی دارد. توحید به شما معروف است، یعنی یکتاپرستی، تنها و یکتا و یگانه الله سبحانه و تعالی را در عبادت پرستیدن، عموما یکتا پرستی است که البته معنای توحید در حلقه های آینده لغتا و اصطلاحا با تفصیلاتش بیان کرده می شود. تحقیق توحید یعنی طرفهایش توحید را بجا آوردن، کامل کردن توحید. حتی علما میگویند همه توحید را، یعنی اصل توحید، واجبات توحید، مستحبات توحید را بجا آوردن، یک عملی کوچکترینی که به توحید تعلق دارد بجا آوردن، ترک نمودنی البته شرک اکبر و اصغر و هر اون عملی که انسان را به شرک اصغر کم هستند. خیلی که ابن القیم الجوزی بیان میکنند و میگویند که انسان‌هایی که پایبند اسلام حقیقی هستند به نهایت کم هستند و همون بوده ها هم به نهایت غریب هستند. از همه سخت‌ترین غربت، سخت‌ترین غریب ها، غربا اون کسانی هستند که توحید را تحقیق میکنند. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، بارک الله فیکم، من و شما نجاتمان در تحقیق توحید است. بالاترین درجه عبودیت، بالاترین درجه انسانیت، بالاترین درجه تقوا و بالاترین درجه کرامت، اگر بگویم یعنی اولویت، افضلیت، سبحان الله، بالاترین درجه اولیاگی، این تحقیق نمودن توحید است. شما به ناگاه نفهمید که تحقیق نمودن توحید این فقط به جا آوردن
اصل توحید نه. تحقیق نمودن توحید بجا آوردن توحید 100% و کاملا، هم اصل توحید، هم واجبات توحید و هم تمام عملهای میده‌ای که به توحید ربط دارد. ترک نمودن شرک اکبر، ترک نمودن شرک اصغر و ترک نمودن اون عملهایی که به شرک اصغر انسان را میبرد. علما میگویند همان انسان را ما محقق توحید میگوییم که یعنی توحید را تحقیق کرده است مینامیم که تمام عملهایی که کم تعلق به شرک اصغر دارد شرک اصغر نیست. این عمل شرک اصغر نیست، اما تعلق به شرک اصغر دارد، همون عملها را ترک میکند، از همون عملها دور می شود. این دلالت میکند که شرک را به کلی ترک نموده است، کفر به طاغوت را 100% به جا آورده است، الولاء و البراء را 100% به جا آورده است، شروط لا اله الا الله رکنهایش را 100% به جا آورده است و غیر از این تمام مسائل توحیدی که وجود دارد به جا آورده است. الله اکبر، این محقق توحید است. اولین آیتی که در این مسئله وجود دارد، البته در کتاب شیخ مجدد الدین محمد ابن عبدالوهاب، کتاب توحیدی که نوشته اند، در 3مین بابش بعد از فضل توحید تحقیق توحید را ذکر میکنند. ما هم از همون جا میگیریم دلیل هایی که محمد ابن عبدالوهاب می آورند و از اون استدلال میگیرند، به همون منهج پیرو میشه. محمد ابن عبدالوهاب حجت از آیت قرآن می آورند برای اثبات نمودن فضیلت تحقیق التوحید و خود تحقیق التوحید. اولین آیتی که در این باب ذکر کرده می شود سوره نحل آیت 120 است که الله سبحانه و تعالی می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. البته هراینا ابراهیم این امتی قانتا لله بود، یعنی به امرهای الله سر فرود آورده اطاعت نموده، حنیف بود، یعنی از اهل توحید بود، توحید را تحقیق نموده بود، نه فقط از اهل توحید بلکه محقق توحید بود، توحید را تحقیق نموده بود. ولم یک من المشرکین، و از جمله مشرکین نبود، هرگز از جمله مشرکین نبود. این آیت، از این آیت البته استدلال گرفته می شود، حجت گرفته می شود که ابراهیم علیه السلام توحید را تحقیق نموده بودند. برای همین علما می گویند ابراهیم یکی از بزرگترین کسانی هستند که توحید را تحقیق نمودند بعد از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. کسی که بهترین نمود توحید را تحقیق نموده است این رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و این چنین ابراهیم علیه السلام و دیگر از رسولان و انبیا، اما بزرگترینشان رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام چخیلی که الله سبحانه و تعالی در این آیت خبر میدهد بزرگترین کسی هست که توحید را تحقیق نموده است، کسی است که توحید را تحقیق نموده است، محقق توحید، یعنی 100% کاملا توحید را به جا آورده است، توحید را پوره کرده است،
به کفر و به شرک و به تمام نمود شرک اعراض کرده است. یعنی شرک اکبر و شرک اصغر و تمام عملهایی که به شرک اصغر تعلق دارد اونها را ترک نموده است. کفر بر طاغوت را 100% به جا آورده است. پس انمین است تحقیق توحید. برای همین است که الله سبحانه و تعالی من و شما را امر نموده است به اقتدا نمودن به ملت ابراهیم علیه السلام. ملت ابراهیم یعنی ملت توحید. ملت ابراهیم، ملت ابراهیمیه یعنی توحید، تحقیق نمودن توحید. الله چخیلی که در سوره تحریم آیت 4 به من و شما خبر میدهد قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه. به تحقیق برای شما الگو و نمونه نیکوست در ابراهیم و آنانی که همراهش هستند. چرا؟ برای اینکه اونها توحید را تحقیق نمودند و الله توحید اونها را قبول کرد، اونها را دوست داشت. ابراهیم علیه السلام را دوست داشت، خلیل خودش قبول کرد. ابراهیم اولوالعزم از 5 نفر اولوالعزمان هستند، یعنی بزرگترین پیامبران 5 نفر: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و آله. از درون این 5 نفر 2 نفرشون بزرگترین هستند، خلیل الله هستند، محمد صلی الله علیه و سلم و ابراهیم علیه السلام. بعد از محمد صلی الله علیه و سلم بهترین پیامبران، رسولان و انبیا این که هستند ابراهیم علیه السلام. چرا که ملتشان ملت توحید بود، حنیف بود. حنیف یعنی خالی از شرک، شرک اکبر و اصغر و عملهایی که به شرک اصغر میبرد از همون خالی بود، پاک بود. کفر بر طاغوت 100% به جا آورده شده بود. الولاء و البراء، براءت را از کفار و مشرکین اعلان کرده بودند. برای همین الله سبحانه و تعالی من و شما را امر کرد که پیرو به ملت ابراهیم بشویم، یعنی پیرو به همین منهج بشویم در مسئله تحقیق نمودن توحید. چگونه که ابراهیم علیه السلام و شاگردانشان و اصحابشان و پیروانشان که تحقیق را توحید نمودن، همچنین ما هم باید توحید را تحقیق نماییم. بله، تحقیق نمودن توحید این شیرینی های بزرگی در این دنیا و آخرت دارد، اما مشقت های زیاد در این دنیا و آخرت دارد، رنج های زیاد در این دنیا و آخرت دارد. اون رنج هایی که ابراهیم کشیدند، اون رنج هایی که محمد صلی الله علیه و سلم کشیدند، من و شما حالا کمترین اون را ندیده و نکشیده ایم. راه تحقیق نمودن توحید راهی ملائم و بیخار و بی آزار و راه کیف و صفا نیست. اگر خواهید که محقق توحید باشید، توحید را تحقیق نمایید، البته و البته در این دنیا رنج وجود دارد، اذیت وجود دارد. شما را مشرکین، کفار، منافقین، مرتدین همیشه اذیت میدهند و به پیش راه شما مشکلات ها، درد و خارها را میگذارند. اما قلب شما همیشه خوشحال است، قلب شما باز است، قلب شما وسیع است، انشراح شده است، به محبت الله و رسولش پر هست. و در روز آخرت هر کسی که تحقیق توحید را بجا آورده است، یعنی توحید را محقق شده است و تحقیق نموده است، بدون حساب کتاب جنت است. بارک الله فیکم. پس اینجا بیان می شود که ابراهیم علیه السلام یک امتی بودند. ببینید، ابراهیم تنها اما امت گفته می شود. این آیت دلالت می کند که حق بودن چیز یا حق بودن راه به عددش وابسته ندارد. ما هیچگاه
نگوییم که این گروه حق است چرا که پیروش بسیار است و زیاد است. نه، بسیار حالت ها می شود که گروه حق، راه نجات، پیروش همیشه کم است و یعنی عددش کم است. ما حق بودن و باطل بودن را به بسیاری و کم بودن انسان ها هیچگاه نباید ربط بکنیم. بله، امروز در بین مردم مسلمان عادی همچنین است که هر کجایی که مسلمان زیاد باشد همون جا را حق می پندارند. نه، این غلط است. ابراهیم علیه السلام خودشان تنهایند. ببینید در این آیت خودشان تنهایند، به ضد مشرکین و کفار می جنگند. مشرکین و کفار همه بر ضد ابراهیم علیه السلام، اما الله ابراهیم را تنها یک نفر را امت نامید. امت یعنی یک عدد بزرگ انسان ها. این دلالت میکند که وقتی که یک انسان موحد است و گرچنده که همه در باطل است او در حق پایبند می ایستد، این بزرگیش بزرگتر از میلیون ها انسان است. این امت است و این تحقیق کننده توحید است. و دومین آیتی که برای تحقیق توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب ذکر میکنند این سوره مؤمنون آیت 59 است که الله سبحانه و تعالی میگوید والذین هم بربهم لا یشرکون، آنانی که به ربشان، به معبودشان، به الهشان شریک قرار نمیدهند. آن انسان‌هایی که توحید را به جا آوردند، آنهایی که توحید را قبول کردند، آنهایی که اهل توحید گشتند، آنهایی که اصل توحید را و واجبات، مستحبات و عملهایی که کوچکترین ربط به توحید دارد همه را به جا آوردند و کسانی که هیچگاه به الله شرک قرار نمیدهند. در اینجا ببینید که کلمه شرک عموم آمده است. لا یشرکون، هم شرک اکبر و هم شرک اصغر. شرک اکبر وقتی که به وجود می آید مسلمان را کافر می کند، از ملت و دایره اسلام بیرون می کند. شرک اکبر یعنی کفر اکبر است، شرک بزرگ، به مانند دعا کردن، عبادت کردن، حکم کردن به غیر حکم الله، عبادت کردن غیر الله، اطاعت کردن 100% مطلق غیر الله. و شرک اصغر در این آیت شامل است، یعنی موحدانی که اینچنین شرک اصغر را ترک می نمایند، به مانند مثلا ریا. البته ریاکاری یک قسمش هست که شرک اکبر به شرک اکبر هم واقع می شد، یک قسمش هست که به شرک اصغر است. کسی که توحید را تحقیق میکند شرک اصغر را هم به جا نمی آورد. نه فقط شرک اصغر، بعد از شرک اصغر یعنی همون عملهایی که به شرک اصغر انسان را بردنش ممکن هست همون را هم نمی آورند. خیلی که شیخ عبدالرحمن ابن حسن یا که سلیمان ابن عبدالله یا که حمد ابن عتیق در کتاب های تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید، قرة عیون الموحدین، ابطال التندید یا تحقیق التوحید، در این مسائل یعنی صحبت میکنند. فتح القدیر فی التوحید میگویند که بعضی از عملها است، عملهایی که این عملها را شرک اصغر گفته نمی شود، عملهای گناه بدعتی که انسان به همون عمل اگر واقع شود آهسته آهسته به شرک اصغر می رود. آدمی که موحد حقیقی هست همون عملها رو هم انجام نمیده، یعنی کمترین عمل رو هم انجام نمیده. پس موحد کیست؟ کسی که به اللهش، به ربش، به الهش شریک قرار ندهد، تمام نمود شرک را ترک بکند، از تمام نمود شرک
روی گرداند، برحذر باشد. پس سوال اینجاست برادرم و خواهرم، تو چگونه میتوانی که از شرک دور شوی؟ اندیشه نما. وقتی که انسان شرک را نمیشناسد چگونه دور میشود؟ پس برای همین است که واجب، الله وقتی که میگوید مؤمن واقعی کسی است که از شرک دور میشود، از همین آیت فهمیده میشود که آموختن شرک، فهمیدن شرک، شناختن شرک این فرض عین به هر یک مسلمان است. چرا که وقتی که به سوالی که دادیم جواب این است، وقتی که مسلمان شرک را نمیشناسد چگونه از شرک دور میشود؟ و چگونه مسلمان باید شرک را شناسد؟ در خواب شبش، در کوچه و در بازار؟ نه، با تعلیم، با آموختن. آموختن از کجا؟ از کتاب ها و از اینترنت و از هر کجا، از اهل بدعت و از علمای درباری و از علمای صوفی و یا که علماء سو یا حزب و غیر. نه والله، این نمود علما، این نمود طلاب علم که پایبند یک حزب هستند، پایبند یک جماعت هستند، جماعتشان از دین پیش می ایستد، حزبشان از دین پیش می ایستد، به خاطر منفعت حزبشان و جماعتشان دین را به یک طرف می گذارند. در نزد اونها جماعت و حزب پیشتر است. یا که علمای سلاطین هستند، علمایی که درباری هستند، علمای سو که به امر یک مرتد و کافر شریعت را دیگر میکنند، فتوای دیگر میبرند. هیچگاه در نزد اونها شما شرک را آموخته نمیتوانید. اونها حقیقت شرک را به شما والله هیچگاه بیان نمیکنند. علمای صوفی 100 سال در نزدش بیره و زانو زن بشین بیاموز، شرک را نمی آموزی، توحید را هم حقیقتا نمی آموزی. اگر توحید بگوید فقط توحید ربوبیت را می آموزد، الوهیت، توحید عبادت را نمی آموزی. از رافضه و اشعری و ماتوریدی توحید نمی آموزی، از مرجئه توحید نمی آموزی. پس از کجا باید بیاموزی؟ از اون کسانی باید بیاموزی که پیرو به ملت ابراهیم هستند. از اون کسانی باید بیاموزی که علمای اهل سنت و جماعت هستند. از اون کسانی باید بیاموزی که شعارشان توحید است و توحید را تحقیق می نمایند و شرک را به تمام نمود و صورتش بیان می کنند، گرچنده که به دنیایشان ضرری آید، گرچنده که به حبسخانه ها بروند. چقدر علمای اهل سنت و جماعت امروز در حبسخانه نشستند؟ شما گمان میکنید که به خاطر دنیا نشستند؟ نه والله، به خاطر انمین بیان کردن شرک نشستند، به خاطر بیان کردن کفر نشستند، به خاطر تحقیق توحید و به خاطر بیان کردن حقیقت توحید نشستند. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، از طالب علم اهل سنت و جماعت شرک را بیاموز، بفهم و بعد از این که آموختی ترک نما. شرک را فهمیده و دانسته ترک بکن که این شرک است، براءت بجوی و موحد باش. این دو آیتی بود که در این مسئله تحقیق توحید آمده است. حدیث دیگر که آمده است در این باب، حدیث از حسین بن عبد الرحمن است که میگوید قال كنت عند سعید بن جبیر فقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارح. حسین بن عبد الرحمن در نزد سعید بن جبیر بودند. سعید بن جبیر سوال کرد که به حسین بن عبد الرحمن این شب کی دید همون ستاره را که انقض یعنی بپرید، نقض کرد و پرواز کرد. ما میگیم به تاجیکی یعنی ستاره افتید یا ستاره پرید. در آسمان شبانه وقتی که میبینید ستاره می افتاد یا به یک طرف پرواز میکند، این به امر الله این ستاره شیطان را میزند، رجوما للشیاطین. حسین بن عبدالرحمن به سعید بن جبیر گفتند که من دیدم، من این شب ستاره را دیدم که بله پرواز کرد. اما بعد از این یک بار حسین بن عبدالرحمن گفتند که اما دانید که من این شب
این ستاره رو دیدم نه به این که من نماز میخوندم، یعنی در این شب من در حالت نماز خوندن نبودم، یعنی یک و یک باره خواستند که سبحان الله، یعنی یک نمودی ریاکاریه که شاید به فکر انسان ها بیاد رد زنن. گفتن من بیدار بودم این شب نه به خاطر این که عبادت میکردم، بلکه من در حالتی بودم که مرا کژدم گزیده بود، لودیغت، یعنی من برای آن این شب بیدار بودم، بیدار خوابی میکشیدم که مرا کژدم گزید. کژدم معروف است، دردش سخت است. سعید ابن جبیر سوال کردند که حسین ابن عبدالرحمن بعد از این که تو را کژدم گزید چیکار کردی؟ فما صنعت؟ قلت ارتقیت. وقتی که مرا کژدم گزید من رقیه کردم، یعنی خودم دم انداختم، به زبان تاجیکی ما میگیم دم انداختم. سنت این است که هر انسان خودش رو باید دم اندازد، رقیه بکند. پس سعید ابن جبیر پرسیدند فما حملك على ذلك، تو را به همین انجام دادن همین عمل چی وادار کرد؟ یعنی تو دلیلت از کجا است؟ تو چرا این عمل را انجام دادی؟ آیا حجت داری؟ ببینید اهل سلف انا اینها بودند، کبار تابعین، هر یک عمل را به دلیل انجام میدادند. حسین ابن عبدالرحمن گفتند بله من به خودم دلیل دارم، حدیثی که شعبی به ما گفت. سعید ابن جبیر پرسیدند که شعبی، امام شعبی تابعین به شما چی گفت؟ تابعین یعنی کسی که صحابه را دیده است. قلت حدثنا عن بريدة بن الحسيب انه قال لا رقية الا من عين او حمى قال احسن من انتهى لما سمع. یعنی حسین بن عبدالرحمن گفتن که بله با ما از بريدة بن الحسيب شعبی گفت که رقیه نیست بجز در چشم و حمى، یعنی رقیه فقط به دو چیز است. رقیه خواندن یعنی دم انداختن فقط به دو چیز است. رقیه شرعی، دعاهایی که از قرآن و سنت، آیات‌های شفای از قرآن و دعاهایی که از سنت خوانده می شود، به چشم رسیده و به حمى. حمى یعنی وقتی که شما را چیزی میگزد، به مانند اینکه کژدم گزید. سعید ابن مسیب وقتی که این حجت رو شنیدند بله گفتند، به نهایت خوب است گفتند وقتی که انسان به همون چیزی شنیده اش می ایستد و از وی زیاد نمیکند. یعنی خوب است که شما زمانی که از رسول الله یک حدیث رو شنیدید به همون عمل کنید، از این زیادتی نبروید، از خودتون چیزی زیادتی نکنید. حالا ما به موضوعی که به من شما داخل دارد حالا می آییم، موضوعی که تحقیق توحید است. و بعد از این سعید ابن جبیر حدیث رو شروع کردند، با عبدالرحمن ابن حسین حدیث رو بیان کردند. گفتند ولیکن گفتند ابن عباس از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما حدیثی رو گفت که گفت عرضت علی الامم، رسول الله گفتند عرضت علی الامم، به من تمام امتها نشان داده شد، عرض کرده شد. فرأیت النبی و معه رهط و النبی و معه الرجل و رجلان. پیامبر گفتند که من یک پیامبری رو دیدم که با همراهی و یک گروهی کوچکی است، رهط یعنی از 3 تا 10 نفر، و یک پیامبر دیدم که با همراهی این پیامبر 1 نفر 2 نفر پیرو است. یعنی ببینید پیامبر دعوت کرده است لیکن با همراهش 1 نفر یا 2 نفر روز قیامت می آیند. و النبی وليس معه احد، من حتی دیدم که یک پیامبری رو به من نشان دادن که روز قیامت می آید به نزد الله در حالتی که هیچ کسی ندارد، هیچ کس به او پیرو نشده است. سوال اینجاست که همین پیامبری که در روز قیامت می آید که هیچ کس با همراهش ندارد عیبی پیامبر است؟ یعنی سوال اینجاست که آیا این پیامبر کمبودی کرده است؟ نه والله، وظیفه پیامبر این رسانیدن حق است، وظیفه دعوتگر و علما این رسانیدن حق است، دعوت کردن مردم است، هدایت ارشاد یعنی راه ایشان دادن است. اما قبول کردن هدایت، خود هدایت را به دل انسان ها جا کردن، این در دست الله است، در نزد الله است و خود الله انسان را هدایت میکند. چخیلی که الله خودش میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای محمد تو هر کسی رو که دوست داشتی تو اون رو هدایت کرده نمیتونی، تو برسان، هدایت رو الله میکند. الله کی رو خواهد هدایت میکند. امروز اهل بدعت ما شما اهل توحید رو، اهل سنت رو طعنه میزنن، میگن شما کم هستید، شما تنها هستید، شما کسی ندارید، شما یک انسان های کم هستید. ما میگیم الحمدلله ما کم هستیم زیاد هستیم به ما فرقی ندارد، ما فقط وظیفه امون
بیان کردن حق است. پیرو شدن از حق است. وقتی که حق رو شنیدیم پیرو میشیم، عمل میکنیم و بیان میکنیم. خصوصا طالب علم علما رو، بخصوص بنده رو، مرا بسیار طعنه ها میگویند به اهل بدعت و میگند با همراهی تو کسی نیست. ما میگیم الحمدلله، بودن کس یا نبودن کس به ما فرقی ندارد. ما وظیفه خودمان را انجام میدیم. وظیفه ما رسانیدن حق است، نه جمع کردن یا بسیار بودن انسان ها در پهلوی ما. الله الحمدلله اگر خواست انسان ها زیاد شوند در پهلوی ما، این از فضل الله است. اما اگر الله نخواست، خود الله است و خود الله میداند و حکمتش چی است، الله با خبر است. اما ما دعا میکنیم که انسان ها موحدین زیاد باشند و حق را میرسونیم. پس یک پیامبر میآید که با همراهی او در روز قیامت هیچ کسی نیست. اذا رفع لی سواد عظیم فظننت انه امتی، یک گروهی بزرگی را دیدم و من گمان کردم که این امتان من هستند، اما گفتند که نه، این امت تو نیستند، این امت موسی هستند. این دلالت میکند که امت موسی هم در روز قیامت به نهایت یک امت بزرگ هستند. و بعد از این فنظرت فاذا سواد عظیم فقیل لی، بعد از این دیدم که باز یک امت به نهایت بزرگ را دیدم که از امت موسی هم بزرگتر بود. گفتند که انا من بزرگترین امت تو است، هذه امتک. و گفتند از درون همین امت تو که میبینی اینقدر بزرگ است، 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، 70,000 انسان ها از همین درون امت تو به جنت داخل میشوند بغیر حساب کردن و بغیر عذاب، یعنی حساب نشده، عذاب نشده. الله به اونها سوال و جواب نمی کند. الله چه به این خل کردی، یا که ترازو، اون ترازویی که دو کف دارد، یک کفش برای عملی بد، یک کفش برای عملی حسنات و خوبی، الله 70,000 را به نزد ترازو نمی برد، حساب کتاب عمل و نیکی و بدیش را نمی کند و عذابم نمی دهد، راست جنت می برد. گفتند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این سخن را گفتند به صحابگان و به منزلشان داخل شدند. در مدینه این سخن را گفتند و به خانهشان داخل شدند. فخاض الناس فی اولئک، صحابگان بین همدیگر یعنی مناقشه کردند. صدایشان بلند شد که همون 70,000 کسی که به جنت داخل می شوند و حساب کرده نمی شوند، الله اونها را حساب نمی کند، عذاب نمی دهد، اونها کی هستند؟ بعضیشان گفتند، بعضی صحابه گفتند فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شاید اونها کسانی یعنی صاحبان رسول الله، یعنی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و باشند خودشون. یعنی بعضیشان گفتند که فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، شاید اونها کسانی باشند که در اسلام تولد شده باشند و یگان بار شرک به الله قرار نداده باشند. و بعد از این بعضی ها باز سخنهای زیاده رو گفتند و ذکروا اشیاء، غیر از این بود دیگر سخنها رو گفتند. پیامبر از خانهشون گشته برآمدند و گفتند، فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبروا، خبر دادند که همون 70,000 کسی که به جنت به حساب کردن و به یگان عذاب و مشقت یک بار راست به جنت می رود، اینها گفتند لا یسترقون، کسانی هستند که طلبی رقیه نمی کنند، یعنی یگان کس را دم انداز نمی گویند، مرا رقیه کن نمی گویند. ولا یکتوون، اکتوا نمی کنند، یعنی یک نمودی شفایابی، یعنی یک نمودی یعنی دوا که با سوزانیدن رگ و با سوزانیدن جای کسلی شفا کرده می شود. ولا یتطیرون، و تطیر نمی کنند. تطیر یعنی روزهای سفر رو مثلا این روز برای سفر خوب است، این روز برای سفر خوب نیست، یا که مشرکین یک پرنده رو به هوا میپرتافتند، اگر این پرنده به طرف راست پرواز کند سفر میکردند، به طرف چپ پرواز کند نمیکردند. و این چنین چیزها رو اهل توحید ندارد، میگن همین خیلی عمل ها رو انجام ندهد و بر الله توکل میکند. اینها کسانی هستند که به الله سخت توکل میکنند و علی ربهم یتوکلون. ببینید، اولا در مسئله طلب رقیه کردن، اکتوا کردن، تطیر کردن میگیم که اینها همه اش از عملهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله از همینجا فهمیده میشد که من کردن، نه کردن. اما اگر انسان مثلا یک انسان بیاد از کسی دیگر مرا رقیه کن بگوید، این شرک اصغر نیست. مثلا یکی از شما به یگان کس بگوید که مرا دم انداز رقیه کنید بگوید، این را
ما شرک اصغر نمیگیم، اما کسی که اهل توحید است و توحید رو تحقیق کردن میخواد، همین عملی که شرک اصغر نیست همین رو هم انجام داده انجام نمیدهد، ترک میکند. ما همین رو گفتیم که چیزهایی که شرک اصغر نیست و اما بعد از این به شرک اصغر رفته ممکن است، یا که شرک اصغر نیست و به همون نزدیک است. یعنی کسی که به کسی دیگر امید میکند، به کسی دیگر تکیه میکند، این توکلش به الله ضعیف است. در توکل، در محبت، در خوف، در ذبح، در همه چیز این رو گفتن ممکن است. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فقط یک قسم توحید توکل رو گفتند. ما باید توحید رو 100% از همه چیز تحقیق. مثلا خوف، از غیر الله تماما نمی ترسد، تماما. کمترین ترسی که انسان رو وادار به ترس میکند، همون رو هم انسان نباید ترسد اگر در حقیقت موحد شدن خواهد و تحقیق توحید کردن خواهد. محبت، کمترین توحید را به غیر الله صرف نمیکند. چخیلی که پیامبر در اینجا توکل رو گفتند، یعنی طلبی دم نمیکند، یک توون. اما اکتوا، یعنی یک جای بدن رو در زمان قدیم به سوزانیده به آتش، یا که به یگان آهنی که اول اون رو میتسوندند و یک جا رو میسوزاندند، یعنی به همین حالت دوام میکردند، اصلش مکروه است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کراهیت کردند. و تطیر البته شرک اصغر است. تطیر کردن شرک اصغر است. پس برادران و خواهران عزیز، انا همین انسان هایی که توحید را تحقیق میکنند، انا منها به جنت داخل میشوند، به حساب کردن، به حساب شدن و به عذابه. بله، اینها روز قیامت قطار مردم از قبرشون حشر میشوند. بله، روز قیامت این چنین انسان ها قطار مردم واقف میشوند، انتظار سود، انتظار محاکمه الله میشوند، تا آمدن الله انتظار میشن. وقتی که الله به عرشش، که اون روز عرش الله را 8 ملائکه میبردارد میآیند، الله یک باره از درون میلیاردها انسان انمین 70,000 نفر را به جنت اجازت میدهد که داخل شوند. حساب هم نمی کند، عذاب هم نمی دهد. و این 70,000 نفر از باب الایمن، باب راست میگن ایمن، از باب ایمن به جنت داخل میشند. يدخلون الجنة من باب الأيمن و كوجوه القمر، يعني كرموز القمر، بمانند ماهتابند. چهره های اینها بمانند ماهتاب. ماهتاب در اینجا کنایه، یعنی زیباترین چهره ها رو دارند. انسان هایی که تحقیق توحید کرده اند زیباترین چهره ها رو دارند. به حساب کتاب یک بار به جنت داخل میشن. الحمدلله رب العالمین. و در این زمان وقتی که پیامبر این سخن رو گفتن، عکاشه گفتن، یکی از صحابه خستند و گفتند که ای رسول الله، دعا کن که من از جمله اونها باشم، الله مرا از جمله همون محققین توحید گرداند. پیامبر گفتن که تو از جمله اونهایی. یک کسی دیگر خست و گفت که مرا هم دعا کن. پیامبر گفتن که عکاشه از تو سبقت کرد. پس این حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کرده اند. وقتی که من و شما بر بالای این حدیث تأمل می نماییم، می بینیم که کسی که از اهل این 70,000 نفر شده است، عملهای را ترک نموده است که این عمل از شرک اصغر نیست، چی برسه شرک اکبر، بلکه پایانتر از شرک اصغر است. پایانتر از شرک اصغر است. برای همین صحابگان رضی الله عنهم یک چیز را از یک کس حتی نمی طلبیدند، حرکت میکردند که نطلبند، به خاطر اینکه شرک اصغر را انجام ندهند. بله درست است که مثلا طلبیدن چیزی که عوض دارد جایز است، مثلا طلبیدن قرض، طلبیدن کمک یک کسی جایز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم البته این چنین طلب ها را انجام داده بودند، اما طلب هایی که بی عوض است، بمانند مرا رقیه کن گفتن، یا که حتی صحابگان و علما میگن بمانند دوا کردن. دوا میگن اصلی کسلی را الله داده است، برای همین حتی بعضی ها توکل به الله میکردند و دوا نمیکردند به خاطر تحقیق توحید. یعنی
از اینجا فهمیده میشد که بعضی از مباحات که اصلش مباح است به خاطر توحید همون رو ترک میکردند. سبحان الله. پس این درجه تحقیق التوحید درجه کمال است، اصل است و کمال است. یعنی اصل توحید رو بجا آورده است و به بالای این به ضمن این کمالات توحید رو بجا آورده است. بارک الله فیکم. پس توحید به خودش مراتب دارد، مرتبه های توحید. ما وقتی که مرتبه میگوییم اینه ببینید 3 کلمه داریم. کلمه مرتبه که جمعش مراتب است، کلمه قسم که جمعش اقسام است و کلمه نوع که جمعش انواع است. قسم و نوع. قسم یعنی تقسیم ها، همه چیزهایی که برابر است و اما از هم دیگرش قسم است. نوع هم برابر است اما مرتبه به هم دیگرش برابر نیست. مرتبه یکیش از دیگرش افضل است. مرتبه اول یعنی اولین، افضلترین، بالاترین مرتبه. مرتبه دوم مثل مرتبه اول نیست. پس تحقیق نمودن توحید این مرتبه اول است. هر کسی که توحید رو تحقیق می نماید و از جمله محقق التوحید می شود، این به مرتبه بالاترین توحید رسیده است. و هر کسی که توحید رو تحقیق نمی کند، موحد است، اصل توحید رو به جا می آورد اما شرک اصغر دارد یا گناهش به نهایت زیاد است، این محقق توحید نیست. هر کسی که گفتیم شرک اصغر رو به جا آورد یا که حتی عملهایی که انسان رو به شرک اصغر میبرد از شرک اصغر اینها رو انجام دهد، این از اهل تحقیق التوحید، محقق التوحید نیست، این در مرتبه دوم است. بارک الله فیکم. پس از همین جا فهمیده می شود که یعنی معنای تحقیق توحید یعنی شناختن توحید، فهمیدن توحید، دانستن توحید، عمل نمودن به توحید، قیام کردن به توحید، پابرجا بودن به توحید، هم قولا هم عملا هم اعتقادا، و خلاص شدن از شرک اکبر و اصغر و از تمامی یعنی چیزهایی که به شرک اصغر تعلق دارد و نزدیکی دارد، و از خلاص شدن و دور شدن از بدعت و از گناه، اصرار نکردن به گناه. انمین تحقیق نمودن توحید است. هر کسی که توحید را می آموزد، می فهمد، می شناسد، عمل می کند، قائم به توحید می شود، عملش یعنی قولا است و عملا است و اعتقاد است، از شرک دور می شود، از بدعت دور می شود، از گناه کبیره دور می شود، از گناه های هم دور می شود، انمین توحید را تحقیق نموده است، امرهای الله را به جا می آورد. پس علما میگن که تحقیق به 3 چیز یعنی در 3 حالت توحید یعنی تحقیق می یابد. چگونه توحید را تحقیق می نماییم؟ با 3 امور. یکم، یگانه الله را عبادت نمودن. اولین چیزی که توحید را تحقیق می نمایند این عبادت یگانگی الله است. یگانه الله را ما عبادت بکنیم. البته عبادت این اسم جنس است، یعنی اسم جمع است. تمام چیزهایی که الله دوست می دارد این عبادت است. پس همه آن چیزی که الله دوست می دارد ما باید تنها به الله انجام بدیم. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من اعمال او اقوال او افعال. دوم چیزی که تحقیق توحید رو به وجود میآورد ترک نمودن شرک و ترک نمودن گناه. ترک نمودن شرک یعنی شرک اکبر و شرک اصغر، و ترک نمودن گناه کبیره یا غیر کبیره، اصرار نکردن بر آنها. سومین چیز کفر ورزیدن بر طاغوت، بد دیدن طاغوت، دشمنی کردن با طاغوت. هر کسی که همین 3 مرتبه رو به جا آورد، 3 امور، 3 چیزهای ذکر شده رو یگانه ای الله را عبادت کرد، شرک اکبر و اصغر و گناه ها را ترک کرد، کفر به طاغوت ورزید، طاغوت را بد دید و دشمنی به طاغوت ورزید، پس داند که با همین 3 حال تحقیق را به جا آورده است، یعنی تحقیق توحید را به جا آورده است. البته کفر به طاغوت وقتی که ما میگوییم الولاء و البراء حتما وجود دارد. بارک الله فیکم. پس با همین این حلقه را